جای حمله امریکا به شورشیان حوثی در یمن. ساکنان تلاش دارند که زنده مانده ها را از زیر ویرانه ها بیرون کنند. وزارت تندرستی حوثی های یمن گفت که در این حمله ها 31 کس کشته شد. این حمله بزرگترین امریکا پس از آغاز کار دونالد ترامپ است. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید تا زمانی که حوثی ها مانع کشتیرانی در بحر سرخ می شوند، حمله دوام خواهد یافت. لحظه که حوثی‌ها گفتند به کشتی و هواپیماهای شما حمله نمی کنیم، عملیات قطع می شود، وگرنه به ایست ادامه می دهیم. سخنگوی ارتش حوثی ها اعلان کرد که ناو هواپیمابر امریکا و کشتی های جنگی این کشور در بحر سرخ با موشک های دورپرواز و بی سرنشین ها حمله کردند. پنتاگون به این ادعا هنوز واکنش نکرده است. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا روز شنبه نواری را نشر کرد که هواپیماهای جنگی ایالات متحده از مکان نامعلوم پرواز کرده به هدفها ضربه میزنند. مسکو از واشنگتن خواسته است که این حمله ها را بس کند. حوثی ها هفته گذشته اعلان کردند که اگر اسرائیل راه یاری بشردوستانه را به غزه باز نکند، به کشتی های این کشور در بحر سرخ حمله می کنند. این گروه با پشتیبانی از فلسطینیان از ماه اکتبر سال 2023 اعلان کرد که به کشتی های مربوط به اسرائیل حمله می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواست که از پشتیبانی حوثی های یمن دست کشد وگرنه جواب خواهد داد. ایران حمله های امریکا را محکوم کرد و سپاه پاسداران این کشور گفت که حوثی ها خودشان تصمیم می گیرند که چی کار کنند.